سلول بنیادی انار. سلول بنیادی انار با داشتن آنتی اکسیدان‌های قوی مانند گالوتانین‌ها و الاژیتانین‌ها روشن کننده پوست، بهبود دهنده لک و تیرگی بوده و با یک دست کردن رنگ پوست باعث شفافیت و درخشندگی پوست می شود. سلول بنیادی انار به عنوان یک ابرمیوه و یک ماده روشن کننده هوشمند به طور خاص بر نقاط تیره پوست تأثیر گذاشته و رنگ آن را یک نواخت می کند. عصاره انگور. عصاره انگور یک لایه بردار پوست بوده که حاوی 40% آلفا هیدروکسی اسید است که به آرامی سلول‌های مرده پوست را از بین میبرد تا پوست زیباتر و شادابتر شود. سالیسیلیک اسید. سالیسیلیک اسید یک ماده ضد آکنه قوی با خواص ضد التهابی است که به طور عمقی در پوست نفوذ کرده و با از بین بردن سلول‌های مرده و چربی‌های اضافی انباشته شده در منافذ پوست از ایجاد جوش و آکنه پیشگیری می‌کند. سدیم هیالورونات. سدیم هیالورونات یک ماده عالی در تأمین رطوبت مورد نیاز پوست است که به کاهش چین و چروک و بهبود خاصیت ارتجاعی پوست کمک می کند تا پوست شادابتر و جوانتر به نظر برسد. روغن گل پرتقال تلخ. روغن گل پرتقال تلخ قابض منافذ پوست بوده و با کنترل تولید سبوم از ایجاد جوش و آکنه پیشگیری می کند. این روغن طبیعی با داشتن خواص آنتی اکسیدانی قوی و از بین بردن رادیکال های آزاد به بازسازی سلول های پوستی و خاصیت ارتجاعی پوست کمک می کند. روغن گل رز. روغن گل رز یک مرطوب کننده قوی است و با داشتن خواص ضد پیری به بازسازی پوست کمک می کند. این روغن به عنوان یک نرم کننده از خشکی پوست نیز جلوگیری می کند. علاوه بر این دارای خواص قابض است که می تواند پوست را صاف و یک دست کند.